سلین لبای جونم یک چیز را گویم. دیروز هنگامی دست دوملوزیا را داشتن حس کردم که دست زغیسیا را داشته ایستادم. دارید؟ خانم زهرا صبحانه تیار است. تشکر پیشنهاد، حاضر می آیم. حس کردم گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی تاثیر کردم؟ چی دونم؟ مانندی ای زورو اوه جواب است. چی میخنده؟ مسئله جدی رو فهمانده ایستادم. تمام مایلش دیگر نمیخندم. تمام. اگر نخندی چیز دیگری رو فهمونم برای تو. تو حالا یعنی از دومولوزی متاثر شده یا؟ پر این خیلی نیست تو. هنگامی دست زیا رو داشتنم دستش ناشناس نبود با من. در دست زاغسیو هم این احساس رو کرده بودم. بسیار احساسی مانند است. زهرا تو به دومولوزیو عاشق شده ایستاده. به خدا بسیار خنده آور است. به خدا در اصل هم خوب می شود فوتیه رو گذراندید. بله بله. چیکار کردی کلاس؟ رنگ رو پریدگی نسترین نیستن؟ اینجا؟ نپرس شوکت. در حوله مسجد یک کودک رو یافتم. پدر و مادرش پرتافته رفتن. برای میخواد؟ نه، کودک بسیار سیر حرکت بود است. قرار نمیشنه. او رو در مغازه گذاشتم. اومدم مادرش میابد. گفتم اما بی آداب بوده است. با هم کودک در گردن چه نزنه؟ چه علاقه داره؟ آخه جوابگر تو هستی، در پیش مسجد یافتی او رو. دامولایم گفته کودک با اختیار من میافتد. این سفسطه نگویی. ایزی ماشا. چی داد میزنی؟ دامولای حقیقی اومد گفته آدم ها میشنون. احمد شما از من چی میخواهید؟ آخر مرا راحت گذارید. خواهش میکنم از من دور شوید. ما با شما کمک کردن میخواهیم. از شما یکان کس کمک پرسید؟ نپرسید. از پیش من نابود شوید. مرا راحت گذارید. دامولا این طور نگوید. از شما میرم میشه. این سالا در سرک چی میکوبد؟ و خیر است؟ شما مگر امام نیستی؟ این چی علاقه داره برادر؟ چرا در سرام بوده رو خوب قبول نکردی؟ تو مگر امام هستی؟ نه نیستم. آخر داملوها در کوچه این خیلی نگردن. داملو من اینها رو برای شما آوردم ماندن نشرید گفتن آخر با پیش خودتون میورم اما باز خوش قبول نمیکنید داملو. وای برادر مگر من از تو سلام آوردن رو خواستم؟ داملو خیلی چیکار میکردم؟ مسجد رو میآوردم. توبه کردم خدایا. ای شما دیوانه هستید. مرا راحت گذارید. داملو ایستید مسجد اون طرف. با ماشین مرده کشک زد. این چی بلا بود؟ بداو بینیم چی کن؟ داملو راستی تمازمینه اوهان خورده بود. برادر خفا نشوید. دویم بار است میآیم. بیمار بسیار بطاله بوده است. شوکت دعا کنیم که با این یگون چیز نشود. برادر دعا کردن با میکنیم و عاقبت این بخیر باشد. چی گفته ایستاده ای؟ برادر تقدیر الهی. بین یک آدم چند بار ماشین زد. هر دفعه که ماشین زد با ماشین مرده کشک زد. شایی بخدا این سوچه نیست کلاس. باور کن مرا تو کلاس این کرد با فکر میرود. با سفسطه باید عصبم رو ویران نکن. این آهن رو هم از پیشم دور کن. خیلی من خبرت کردم. همشیره وضعیت بیمار چی خیلی است؟ او را تشخیص کرده ایستاده‌ایم. شما نزدیکانش هستید؟ نه نزدیکانش نیستیم. با خیال رو دیده طاقت نکرده اومدیم. خونی بیمار بسیار رفته است. عاجلا خونی گروهی یکی مسبی لازم است. گروهی یک خونی من موافق است. من میسپارم. بیایید به درون دروید. مایلش. شوکت چیکار میکنی؟ این رو برده با یگان جا پرتاب. برای تبرین خانه. پرستیگرم
مرحبت صبح میمون. تشکر. آخاله بی تو یکون چیز مزده نداره. سردارم غمگین نشوید، ینگل شما رو میبخشم. حالا میبینید انشالله. شنوندگان گرامی، برای شخص با نام عزمی بولود که امام مسجد است عاجلا خونه گروهی یکی مزبی لازم است. این گروه خونی من است. بیمارخانه در مسافت بسیار نزدیک است. من رفته خون میسپارم سردارم. ایستو پسرم، من تو رو میبرم. این رو گیر. رحمت سردارم. پس مرا بند. مرحمت. بعد از فاتحه هم مزه خوراک صبحانه دیگرمی شده است. آه شود بابا جان. تشکر زیاد. کمی سراسیمه شدیم اما فاتحه چطوری که خاصی آیله همان است برپا شد. با واسطه من. تشکر. سلامت باشه. بله ینگه جان، شما نمی بودید در این مدت کوتاه از عهده اون نمی برآمدیم. آن اونل احمق با شاگردش نمی آمد باز هم خوبتر می شد، اما هیچ گپ نه. خیر با گذشته صلوات گفته گذاریم. بابا جان دخترم، من یگان سخنی خطا نگفتم آخه. حاله دخترم، تو امروز با ادوکات واخری بکن میلش. این دفعه میلش گفتن نگذارو. این کارها را هر چی زودتر حل بکن. بعد صبحانه کی با من به دویدن می رود؟ این از کجا بر آمده تو؟ باز چکل دویدن تارو؟ چکل دویدن؟ او دویدن برای سلامتی فایده دارد. همین خیلی؟ عجبا. این دویدن رو برای چی میکنی؟ به خدا راست میگوید پدر جان. من میروم، یک جای مشق میکنم. میلش دختری زیبایم. میلش جان، تو با ورزش کردن احتیاجی نداری. قامت خوب داری. عزیزم تشکری زیاد، بسیار فکری خوب. اما معلوم که 2 کیلو باید خراب شوم. به نزدیکی توی داریم. در توی باز زیباتر نمودار شدنم لازم است. این رو بین، چه خیلی عصبش ویران شد. حالا هم به زور و شکست. انشاءالله ساخته بودن دامولوزی اشکار نشده به زور اویله دار شده می رود. اینجا کی خون میگیره؟ لطفاً یک ثانیه. کمی در اینجا خوب کنید بعد این را نوشیده روید. سلام علیکم. من از طریق رادیو شنیدگی برای دامولو عظیمی بلود خون در کار شده است. من آمدم. دستانتان را کشوید. خانم درد میکنه یا نه؟ خندیدی به فکرم درد نمیکنه؟ تیز بگی که سراسیمه شما خیش عزمی بلود هستید؟ نه، من اعلان رو از رادیو شنیدم و در خون سپاری اومدم. آفرین. در حقیقت تبریک میکنم، بسیار آدم خوب فکر بوده اید. استغفرالله. شما خیش تبارش میشوید؟ نه. پس شما هم اعلان رو از رادیو شنیده اومدید؟ نه، من حس کرده اومدم. شما با احساس هایتان باوری دارید؟ یعنی چه؟ من باوری دارم. شاید در یادت هست وقتی که در محله همسایه‌تان گرسنه بود راحت خوابتان نمی بود. اگر در خانه یگان کس دیگ می جوشید همه آن را یک جایه می خوردن. آن روزها گذشتن. حالتان خوب است؟ خوبه. همش از روی آن فیلم های امریکایی. فیلم های امریکایی میگویی؟ آخر در فیلم آن شخصیت ها یک تا فرزندی آدم نیست آخر. چون پول رو میگیرن خودشون رو به لاس وگاس به کیف و صفا میروند. فیلم های ما مگر این خیل بود؟ در آرزوی پدر در محله یگان کس با مشکلی دچار شود همه با کمکش میروند. سوداگران محله کسی نباشد با خود با دستگیری می آمدند. راست میگوید چقدر فیلم های تربیوی خوب بودند.
البته این امریکایی ها همه خیلی باشن، در بین کوچه از زنان رو لطکوب میکنن، دیگران باشن برای نجات دادن یک سوپر قهرمان را انتظار میشوند. به خدا راست گفتی. موضوع نمو که در بارش فیلم نافریده باشه. قسم میخورم بعد از این باشد نقاب را پوشیده من سوپر قهرمان هستم گفته به کارهای ما بر این ملت دخالت بکنم. یا توبه. فیلم بیتمن رو در نظر داری؟ نه بیتمن رو نمیگم، زاغیسیا رو میگم. این کی باشه؟ قهرمان خود ماله. به خدا هیچ نشونیده بودم. ای برادر همین خیلی رفتم میگیرن زاغیسیا هم در جهان مشهور میشه. ما که ملسه در این باره ها میدونیم. شما پلیسید؟ پیش وقت محافظ بودم اما الکی پلیس شدم. برادر سوزاستی خونو تمام نشه با. خوب این لیوین باشه. برادر من شما رو بسیار دوست داشتم. فکر و عقیده هر دیمان به یکدیگر مانند بودم. اگر خواهید بعدی برآمدن یک پله چای بنوشید. مایلش باز به این طرف گذشته با من سلام نکنه، جای گریز هم نیست. برادر نوی من لیوین. همه‌اش دیشب بسیار خوب گذشت نه؟ تا دیروز در حیات زورو یگان کس نبود. تو از کجا میدونی سمی؟ مدت دراز بود که زورو رو ندیده بودی؟ آخر زهرا رو نقض میشناسم. او با آسانی هیچ کس رو به حیاتش راه نمیدهد. آخر دیشب خودت گفتی؟ دیشب گفتم درباره دامولو زیو بود. آخر با این کس کی شناس شد، کی به اویلادور شدن قرار دادن نمیفهم. ای عاشق شدن به اویلادور شدیشون قرار دادن یگان جایی نفهمیش نیست سمی؟ مایلشو زهرا دامولو زیو رو در کجا دیده عاشق شد؟ در مسجد دید ها؟ دامولو زیو به این خونه کی آمد؟ چی دانم کی تکلیف اویلادور شدن را کرد؟ حکایه اینها رو یک از اول به من میگفتی؟ با تو چی سمی؟ تو چی اینقدر اویده اونها پرس و پرس میکنی؟ چی دانم؟ یک میخواستم فهمم. تو همین قدر با اونها چسبیده موندی؟ آخر در این دامولو زیو بعضی چیزهایی هست که من تا حال نفهمیدم. مثلا؟ آخر به دامولو مانم نیست. چی گفتنی هستی؟ آخر در فاتحه رقص کرده اشان رو فکر کن، باولین بازی کردنش، درباره مود دانستنش. آخر در این شخص همه چیز دیده می شود. با تو هم عجیب نیست مگر؟ ساخته بودن دامولو زیو رو نمیدوند. تنها رفتارهایش رو زیر چشم کرده است. چی فکر داری؟ وای گپ های گفته را فکر داشتم. مگر حق نیستم؟ یعنی تو حضور دامولو زیو رو نمیشناسی؟ از سبب نشناختن این خیلی فکر میکنی دامولو زیو بسیار شخصی دوراندیش است. پس معلوم که زیو با تو هم تاثیرش رو رسونده است. من فکر میکردم که او با تو معقول نیست. این با معقول بودن و نبودن یگان علاقه ندارد سمی. این حقیقت است. نه این قدر آسان نیست. در این شخص بعضی چیزهایی هست که من حالا هم نفهمیدم. حالا این سمی حقیقت را تو نفهمد این مسئله رو یک طرف نمیگذارد، چون حقیقت رو بفهمد برای جدا شدن زهرا و دامولو زیو کاری از دستش نمیآمده را میکند. آه سلم سلم از قفای آن چرچشمه می رود. از پسش می رود اکا. من گوید چرا خانم سلم از قفای لونتی چرچشمه می دود؟ یگان کس این را با من فهماند آخر. اکا برای پلیس بودن شده می تواند. آخر آنها شخصانی باورینا که دولت هستند، آنها پول دارند، معاش خوب میگیرند. آگاه میکنم زنان و این چیزها بسیار اهمیت میدهند. آنها میخیل اکا. نامو لبای تو چی استعمال میکنی که این خیل گب میزنی ها؟ آی در سری خالی تو چی هست کلوخ؟ تو آدم نیستی، تو تایلاقی. من از بالای سری سیرین زر و زیور میریزم، غرق طلا میکنم، فهمیدی تایلاق؟ آکا این به عقل رو زنم. تو بازدن مرا بیزار کردی، حیوان بیشاخ. زنم تو کی را میزنی؟ کی را میزنی؟ تو اگر زور بودی فای کلتا کلاس رو میزدی. حالا آن حیوان در کجاست نمک؟ در کجاست؟ اگر وای خزنده به من ضرر نمیرسان مگر سیلین به دیگر کس نظر میکرد؟ های بچه تو در وقتی کودکیت از بالای خر افتیدی این خیلی گپ میزنی. کی رو میزنی ها؟ نمک لبا یکا خواهری کلتا کلاس رو باید میافته. چی شد؟ جستجو داره مکا. جستجو داره
ой тайло аз удаи як корам намебароед. аммо охир аз амният хабар наомад. ман чӣ кор кунам ака? интизорам. аз амният хабар наомад ака. балозанад шуморо. ман як рафта он комиссару навро зиёрат кунам. дигар чора надорам. яке ягон маълумот мегирам. برادر من به حد گرسنه موندم. دوبلیو روید تشکیلی سروپا برای من اجازه نمیخیزی تشکیلی سروپا. ما میگم گرسنه موندم بیا بریم یکان چی بخوریم. تو چی گفتی است؟ دمت رو گیر. برادر چنجی است آرام شو. میگویی کمیسر اونا را دیده باشیدن گروه تنده شده ایتا چی گپی؟ چنجی است؟ باشه آروم شو. کالتا کلاس تو دیونه چی با مرا دست میبرداری؟ کالتا کلاس میگویی؟ چوب چشمان چی شد شما؟ باشه بر وقت نمیگویی. خودش نمیستی. حالا ممکنه زود باشه. کالتا کلاس نیسته. کالتا کلاس از قانون گرفتن نمیتونه دامر. خواهش میکنم آرام شوید. خانم باید من کالتا کلاس رو دستگیر نبایم. نباشد سردارم مرا سرزنش میکند. بکنی چیزا کتا دست. آرام شوید کمی بعد تموم میشود. خون نمیسپرم. رگ از من خون از من. خون من. نخورم نمیسپرم. چند لیتری میگیری؟ کمش موند. بگید فیزی گران کردی. خب بریز یک سوک دوبری بنوشه به قوت شده. حاله؟ میس فیروز شد دخترم. به نزد ادوکات نمیروی؟ به فکرم امروز رفته نمیتوانم بابا جان. چی شد؟ خودم رو خیلی بد حس کرده استودم. سرم کمی چرک زده استوده است. نباشد یک جای به نزد دکتر میرویم. از آنجا تو به نزد ادوکات میروی. آنقدر مهم نیست. باز دکتر شما را تشویش دادن نمیخوام. من پگو حل میکنم. حاله امروز پگو گفته این کارو کشال میدی؟ بابا جان وقتی که توی خیل براحت هستی اون حل بسیار شیرک میشود. تو و مرا غمگین میکند. تا این دم غمگین شدنت بسنده نبود. حاله جان غمگین نشو. بابایت را نمیدونی؟ سالهای زیاد شد که همیخل گفته میایستند. من برآمده ایستادم. خدا حافظ. بخیر است فروخ. چی این خیل بمانندی کودک ها پوشیده ای؟ با کجا؟ اما بازم حرکت های کنه که او رشک کنه. فروخ لبه پولین؟ با کجا میگویم؟ با کجا؟ نمیدونم. یگو نقشه ندارم. همین خیل کجای راست آید همونجا رفتن میگه. تو با این گپا چی گفتن میخواهی فروخ؟ با کجای راست آید به همونجا میروم. تولی قدمی رفتم را با تو حسابات دیم. با کجای خواهم به همونجا رفتن میگیرم. گفتم تو مرا دیوانه کردی. دیدت ها؟ حالت پدرت رو دیدی ها ملیس؟ چقدر تغییر یافته است. نه مرا انیق فریاد میکند. آخر با پرهیز گذشت ورزش لباس یگان مرد برای خودش اینها رو نمیکند. انیق مرا فریاد میکند. انیق مادر سبسته نگوید. ینگه شما کمی واهمه میکنید. اما کم تنها استیلش رو دیگر کرده است. نباشد همان امکم است. من واهمه میکنم. چه واهمه؟ نه حاله جان این خیل رفتن گیرد یک جایه پرونده جدا شوی میکشیم. انا میبینی. خدای توبه. پدر جان. دخترم؟ ای پدر جان آخر شما بسیار تغییر یافتید. در این روزها طرز نمودتان دیگر شده است. با من راستش را گویید. با یگان کس نزدیک شده ایستادید. نه عزیزم چیزی نیست. چیزی تغییر نیافته است. تنها لباس بنده را میپوشم. پدر جان لطفا. بین میگویم اما در بین خودمون میموند. میلش بسیار حیران میشوی لیکن تخمین کرده نمیتوانی. مصلحتگری من داملازی است. تو هیچ حیران نشد دخترم؟ یعنی داملازیا بسیار حیران شدم پدر جان. با من در حقیقت سورپریز شد. از داملازیا اما همین رو انتظار میشد. با جای داملوگی کردن مصلحت میدهد. کارش رو کرده به هیچ کس اقلا معلوم نمی کند.
از دست من خلاصی نمی‌یابد. آها انایی سبا سعید جون بس کن بس کن بس سبا چی میخندی؟ سعید جون از من بستن نمیتوانم زیر تو رو میدارم جوش سعید جون کودک از کجا بر آمد؟ کودکی کیستی؟ مرا گوش کن اپای سیوال رو غم نتکی سیوال جان کودک تو رو ناراحت میکند؟ چی خیلی ناراحت؟ تو چی میگویی؟ کاری تو چی؟ در اصل تو ناراحت میکنی. از برای خدا یک بار یک گپ شیرین رو شنوم برویم زده تمام حسیاتم رو پایان میکنی. مرا گوش کن اگر پدراغم دی گوشهایت رو میبرم. من سوپر خرمونم از سوپر خرمونم چرا تو دوزه نمیتوانم باشه شلال تو کن میکنم نگوره من تو کشم نگوره این رو بینه چیکار میکند با خدا دوستش داشته. سوال جون آخر پدر و مادر این کودکی باشده هر چی زودتر آنها رو یافتنم لازم. اپا جون هیچ چیز رو نمیفهمانم نمیدانم کجا شد با کجا رفته باشد. سعید جون برادر این بدبختی دوملو عظیم هم با ما تاثیر کرده؟ چه بدبختی شوکت خطای تو بود با چشمونم اشاره کردم نفهمیدی. ابا شما کجا میدونم که لیوین در همون جای اخی ترم چشمو نفهموندی چیش گفتی پش گفتی عیبی ما چی؟ اما حقیقت بود. فهمالش مرا گوش کن من اکنون با بیمارخانه رفتم نمیتوانم از همین سبب ایمان رو تو نگاه میکنی درباره پول داری؟ دوستم دارم برادر. در هر جا نبرار آخر این چی گفت؟ از کجا دارم من؟ با من پول در کار نیست تو این رو برای ایمان صرف کنی اگر یکان کمبودی باشد حل کن. مالش برادر من از تو قرض دارم. تمام چی؟ من از تو قرضدار گفتم. تو چی میگوی برادر؟ برادری برای همه قدر روزا تو دیگری خیل نکن. ایمان رو خوب نگاه کن. مالش تمام تو راحت باش ایمان با عهده من. خیر تو بازی مالش تو بازی. آی نااهده برا شخص شبهناک به پیش چشمم میاد اما تو رو از میدی ها؟ آخر سردارم دل مرا میرنجانیده. دعا کن که نرنجانم از اینجا دف شو از نظرم دور شو رو تو حالا هم در این جایی دف شو. این چی گپ است کمیسر؟ حالا با درون ندار آمده داد و وای میکنید تینجی هست؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ خوش باشید کمیسر. سفسته نگوی چی کار داری؟ این کارتکیلس یک خواهر داشته است. خواهر داشته است؟ بله ما بویگیرهای خیلی خوب داریم. خواهش میکنم کی بودنش رو با من گویید. معلومات ها و خواهرم با دست قانون دیوانه افتاد حیات او در خطر میشه. برادر ما درباره خواهر کلتکلس یگان معلومات نداریم. نداره؟ نه اگر می داشتیم هم نمی گفتیم. معلوم است که از من چیزی را پنهان کرده ایستادید کمیسر. هر دوی ما با کلتکلس قصد داریم. ما باید همکاری کنیم. بیا سلام مرا در خاطر دارید ندارید نمیدونم اون در برای اکرم یگون معلومات پیدا کردید بسیار خواطر شدم. خفه نشاید این خیلی ناراحت کردم. اکاتون؟ بله اکاتون وفات کرد. چی؟ متاسفانه اکاتون وفات کرد. چی؟ کمیسر ما با شما گپ زده بودیم اکات زنده است گفته بودید چه خیلی وفات. کمیسر شما دروغ گفته ایستاده ایدم؟ آخر وقتی که ما هم شنیدیم در حیرت افتادیم. خانم بتول دردتون رو میفهمم اما در این در همدردی میکنم ولی حقیقت همین است. این هم بینید سراغه مزاری که او را گور کردم.
از دستمون دیگر هیچ چیز نمیآید. تقدیر من بوده است. قسم با تو کمیسر، آفرین با تو. این چیکل رفتار است کمیسر. آدم باید با اندیشه گپ زند. عیب است آخر، عیب. خدا رحمتش کند خواهر جان. چخیل شدن چخیل با من گوید. ماشین زیر کرده است. چه؟ صدمه نقلیاتی. باور نمی کنم. این خیل شدنش ناممکن است. ناممکن است. خدا گناهش را ببخشد خواهر جان. غمگین نشوید خواهر جان. با شما صبر جمیل. خانم خوب هستی؟ کجونی من چخیل شده است آخیر چخیل. خانم بتون اگر خواهید یکم کار دارمون شما را تا خانهتان گسل کنید. لازم نیست. تو اینجا چرا انتظاری؟ کار دیگر نداری؟ چرا بینیت را به کار دیگران میخلانی؟ من او را دلبرداری کردم. دلبرداری؟ گوش کن کنان، با تو گفتن که کمکت نمیکنم. من خواهریان کلت کلاس را میابم. تو کمک کنی هم نکنی هم. خدا رحمتش کنه. مرد؟ حال نمرد؟ بله. امک جان. راستی گب من فهمیده بودم که آخران روزاش مونده بود امام. شکر خدا مرد. خدا رحمتش کنه. شکر که برادر، شکر که. این کیست؟ عزم بلود امکی من است، اما این آدم امکی من نیست. نمیدانم برادر، من فکرم نامشان نامند است. امک در آخر از جراحی کردن دست کشید. خوبم من برادر، من به عملیات احتیاج ندارم. مرا گذارید. مرا جماعت انتظار است. برادر جماعت انتظار است. مرا آخر بیتون چی شد اپا؟ بیتون چی شد دخترم؟ خوب بیم. چی شد دختری زیبایم کنی بگو چی شد کنی بگو عزیزم. بیتون مرا غمگین نکن بگو. آب نوشید اپا؟ کنی بگوش عزیزم. شیرینم چی شد دختری زیبایم؟ اکا با اکا چی شد؟ اکا وفات کرده است. اکا وفات کرده است. اپا با کجا میروی اپا؟ عزیزم دخترم. فرمایید. استاد با سرم یک چیز اومد. یک دقیقه. اپا
جون آرام شوید. بتول برداشتن نمیتوانم دامولو. التماس کمک کنید. با خانم بتول چی شده است؟ بیا دخترم. بیا عزیزم. خوب هستی دخترم؟ چی شده است؟ اکاش وفات کرده است. اکاش وفات کرده است. گویا از نو زنده شدم. گویا حیات را از نو آغاز میکنم. بابا زهرا خدا جانم به دست افتادم. زهرا باید صحت شدنم را نفهمد. بابا بابا جان با شما چی شد؟ خوب هستید بابا جان؟ خوبم دخترم خوبم. نترس. یگان جای ترسش نیست. هوا خوب بود. کمی مشق بدن کنم گفتم. ناراحتیم اجازت نداد. خورسندی فاتحه را کمتر واهمه کردم به فکرم. بابا جانی من چه شما مرا ترسان دیدین رو نمیدونی. یکون جای ترسش نیست. یکون جای ترسش نیست. اگر خواهی به خونه رو من کمتر گردم میآیم. نه بابا به هیچ کجا نمیروم. یک جا به خونه میرویم. خیلی میلاشی کنی دستم رو دار. آهسته. خوب هستید نه بابا؟ خوبم آهسته آهسته. اوه بابا جانه که من چی شد؟ خوبم آرام شو دخترم. اپای بتول اینو به شما کی گفت؟ پلیس گفت. این حادثه چقدر رخ داده است دخترم؟ ماشین زده است. من حکم را ندیدم. حکم از من جدا شد. وفات کرده است. اپا خوب هستی؟ خیلی شوکت خواهرم برای من غمگین شد. من باشم خاموش و را تماشا کرده ایستادم. هیچ چیز گفتن نتوانستم. از دست دیگر چی میآید برادر؟ باید بیاید. از دست من یگان چیز باید آید. وقتی که برای من غمگین شده ایستاده است گویا من هیچ چیز نکرده ایستادم. خیلی چیکار کنیم؟ یگان راهش رو میدونی؟ این خیلی نمیشود. همش رو رفته میگویم. برادر این رو پیشتر با تو گپ زده بودم. اگر کنعان دیوانه شنود آن وقت چیکار میکنی؟ کنی گپ زن؟ نمیدونم شوکت. یگان چاره‌اش رو مییابم آخر. من کمتر تنها موندن میخواهم. خفه نشم برادر. هیچ چیز نیست. من خوب هستم. امام چی خیلی است؟ سرم خیلی نگاه نکن. سوال عادی پرسیدم. امام چی خیلی است؟ جواب ده. خوبه سوزه تنجه نغزه 100%. خیر نباشد. سلامت باشی. در این حالات گفتن نمیتوانستم خیر. مرحمت دومولو. شب بخیر. شب شما هم بخیر. با مغازه‌تان رفته بودم. پوشیده بود. خانم بتول رو امروز در اون حالت دیدم. خاطر شدم. خوب است؟ چه خیلی شب دخترکم. ساعت ها شد گریه دارد آخر. ای دومولو بخششی زیاد از غم و اندوه به درون دعوت کردن رو فراموش کردم.
مرحمت کنید. مرحمت کنید دومولو. سلام خانم بتول. سلام. یعنی باور کنه در این حالت ها چی میگویند، اما یعنی از خبری درباره اکاتان گرفته پر را از درستیش باوری حاصل نکرده خودتان را اینقدر غمگین نکنید. نفهمیدم. یعنی شاید یکون خطاگی شده است. این خیلی چیز می شود. به هر خبر باور کردن لازم نیست. باور کنید برای تسلی دادن نمیگویم، اما یعنی وفات کردن اکاتان از کجا معلوم است؟ جسد اکاتان را با چشمان خودتان دیدید؟ نه ندیدم، اما من خبر رو از پلیس گرفتم. چقدر خطا بوده میتواند که پلیس هم گاها خطا کردنش ممکن. چه خیل؟ همه خیل. چرا نشود؟ در حیات این خیلی چیزها می شود. گوش کنید خانم بتول، میگویند که بعضا دیلم میگوید گفتن دل من وفات کردن اکاتان رو نمیگوید. التماس دل شما هم نگوید. گوش کنید خانم بتول، با فکر من اکاتان در حیات است. میبینید و میگوید که بیهوده غمگین شدم. اوه اکام، کاش که یک بار میدیدمش. یک بار. سعید جان، تو اینجا چی کار میکنی ها؟ نازش را بین. سرم چی میکوبی؟ اینجا خنک. مرا گوش کن. تو حالا با مغازه رو میخواستگیت رو بخور. اپای در اونجا بوده رو بگوی که پول اینها رو دومولو میده. من حل میکنم. مایلش نه. یا خدا توبه، این چه خیلی کودک است. مایلش میگوی، مایلش نمیگوید. یک هر دیگر چی کار کنم؟ سلین، چه خیلی می نمایم؟ خوب هستم؟ اولی جانو بستی عزیزم، اولی جانو. خیر این آدم کجا شده؟ من از کجا دانم؟ نامش عاطف بود، آتش بود، چی بود؟ بله عاطف. زورا جان گوش کن، این کار برای ما بسیار مهم است. میدونم سلین جان، برای من هم این مهم است. تا این دم بار وزن شرکت را بابایم میبرداشتند. اکنون میخواهم که مسئولیت را بیشتر خودم به دوش داشته باشم. زورا اگر این کار برار گیرد خوب برای ما شاهانه میشود. ای مایلش سلین جان، مرا بابایی من انداز. دخترها، ماشین آقای عاطف آمد. کمی بعد در اینجا میشود. زیاد در هیجان داده شدم. آرام شو. تمام آرام شو. انشالله کارمو برام میگیرد. انشالله. البته برام. مرحمت سلین. خوش آمدی. خوش باشه. سلام آقای عاطف، خوش آمدی. سلام آقای عاطف، ما بسیار شرکت جوان هستیم و همه من چون این کار را آغاز کردیم با هیجان فعالیت کرده ایستادیم. حجت‌هایتان را تحلیل کردم. بسیار شرکت جوان و با موفق بودید. تشکر زیاد. تشکر. میخواهم لایحه را شما گیرید. از کاتبه پرسیدم. شرکت عائلوی بوده است و باوری دارم که موفقیت کاری از عائله خوب بودنتان درک میدهد. چه گفتنم را فهمیدید به فکرم. زهرا فتیحه شده است. شوهر شوندهش بیاید می شود؟ شوهر شوندهش؟ بله. بله. معلوم که به نزدیک عائله برپا میکنه. این قصد که کارهای خوب را به دست میاره.
الله اکبر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. یه کودک تو دیوانه ای مگر چیکار میکنی؟ زود اینجا بیا و تو بگویم. آقای رئیس. یه کودک یه پدر لعنت اینجا بیا. اینجا بیا و تو بگویم. بابا چه چه میگی کودک آخه؟ کودک باشد کودکش تو ندکی خلیل و درونش گویا شیطان در آمده است. ندیدی در نماز چیکار جبیو آقای رئیس چخیل گپ زده ایستاده و کودک درونش شیطان در آمده است میگویی. حالا کودک است آخه. اما دومولا چه ها کرد؟ من به این سن سال آمده می خیلی کودک رو ندیدم. با بالای بر آمده میانم دردمند بود. حالا باشد بسیار دردمند شد. گوش کنید آقای رئیس، من از این دفتر یکی کویت خوندم. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم وقتی نماز خواندن حضرت حسن و پشتش میبراید. کودک نافتد، کودک رو داشته راست شدن. بعد از اون بر رکوع رفته به شکلی که کودک نافتد گفته به زمین گذاشته است. نمیدونم دیگر یکون گفتن لازم است. این حال کودک است. این خیلی نکنید. بله دومولا بله راست بگو. من خیلی رو گفتم. زورو جان چی رو فکر کرده ایستاده ای؟ چی رو فکر کنم سلیم؟ خوراک رو فکر دارم. یکون چیز گرفتن لازم. دخترها بیکارت باش ماشینم. بیا بشین. خوش دخترها با واخوری تیار هستید؟ تیاریم سمی جان. عالی جناب. چه خیلی که شنیدم مشتری به عائله بسیار اهمیت میداده است. بله ما هم از این سبب دومولوزیو رو به خوراک دعوت کردیم. دومولوزیو رو دعوت کردید؟ زهرا همراه دومولوزیو با این آدمون واخوری میکنی؟ بله با دومولوزیو میکنم. دومولوزیو چی کم بودی داره؟ آخر خودت گفتی که چی میشه و دومولوزیو رو با واخوری دعوت میکنی؟ آن آدم شخصانی که در اروپا کار و فعالیت کردن میفهمی مگر این خیلی میشود؟ بله میشود سمی جان. این آدمان اگر امام مسجد بودن دومولوزیو رو فهمند در حیاتشون با تو همکاری نمیکنن. همکاری نکنند؟ آخر دنیا نیست کو؟ زورو جان یعنی آخر دنیا نیست اما آخر فعالیت کاری گفته میتوانم. آخر بی خیلی مشتری دیگر نمی آید. لطفاً سرسطه نگویید. علاوه بر این زیاد شخصی است که در کجا چه خیر رفتار کردنش رو میدوند. جماعت از بین شما یکون کسی این کودک رو میشناسن؟ محیلش رو میدونید؟ جای زیستش رو؟ سراغش رو؟ نه نمیدونم. دومولا یکون بار میبینم او رو نمیشناسم. با شعبه پلیس خبر دیم آمده کودک رو گیرن دومولا. رج خیلی گپ میزنی آخر. سرم ایست. ابا چه رج؟ شعبه پلیس گفته کودک گوری. آخر دومولا اگر هیچ گپ نگوییم دیگر از اینجا نمیرود. آخر چی میشود؟ کودک خورد است نرود یکون ضرر دارد. بیاید آخر عائله کودک رو یافته خودت جمع شد. ای بچه ترسوندیش. کارمون اصل و برار نمیگیرد. یعنی اگر فوت شده تو رو آنها فهمند که امام مسجد است. کارمون خوب رفته ایستاده است. تو نهایی هم میشود فهمیدی؟ اگر برای شرکت واخوری مهم نمی بود من نمی اومدم. خیر میلش سمی همه یک جای رفته ایستاده ای. بیایید همین دومولوزیو رو جک نزنیم. نمک؟ بعد از لیمت چهارششمه باز این سمی احمق با سیلین چسبیده ایستاده است. نه آنها یک جا کار میکنند. با فکر من
از این سبب با همدیگر بحث کرده ایستادند. онҳо баҳс надоранд, суҳбат карда истоданд. дуруст гап зан. гап заданро ёд гир, фаҳмидӣ? ту маро ислоҳ накун гуфтам. گوش کنید حیوانها. حاضر هر دویتون را جزا میدهم. آن را تشویق کار میگویند. فهمیدم اکا. خیر میلش. نمک با من نگاه کن. کنی رفته یک گوش کن که آنها چی میگویند. فهمیده بیا اگر آن احمق به سیلین چسبیده ایستاده باشد شرکتی آنها را میسوزانم. رو درباره آمدن زیاد دیگر یگان سخن شنیده نمیخواهم سمی. از دو سر برای نقاب زاغی سیاه را پوشیدنت هنوز نبخشیدم تو را. زاغی سیاه؟ چی این احمق زاغی سیاه بوده میتواند؟ این را بینه سمی زاغی سیاه. وای بیشرفی سمی وای. معلوم که زاغی سیاه توی های نمک. اگر این احمق زاغی سیاه باشد پس کلتکیل از با زاغی سیاه یک آدم نیستم. همه بینید می رود. از پیر شوید. این را گم نکنید. زود. این دیوانه از من چی میخواده؟ پولش رو دادم کن. از پیشش در آمده او را من کن. من کن زاغی سیاه. من کن. ای زاغی سیاه من کن. یک طرف دیر باشیند را. کی اکا؟ نمیفهمی من با تو بگویم من کن. اکا من زاغ پاک نیستم آخه. ای حیوان تو در اینجا رای گریز نداری. من تو را محو میکنم. یک طرف ایستا. با خدا این دیوانه اگر من رو دستگیر کنم میکشد. زبان این را تنها دامولوزیا میفهمم. دامولوزیا با کجا میرده؟ با کجا میگرزی؟ ایستا. این با کجا رفته ایستاده است؟ این با کجا میرود؟ اون را دستگیر کنه. اوی احمق کجا میرود؟ با مسجد میرود اکا. چی میگویم؟ با خدا. ای نمک این کو بسیار با عقل است. چرا میدانی؟ با کجا رفتنش رو فهمید. راست با تابوت. کنی رفته؟ زاغی سیاه در کجایی؟ اکا در درون نماز خوانده ایستاده است. نماز میخواند؟ بیرونش براریم اکا. تو چی میگویی تایلاق؟ مگر از مسجد آدم را بیرون میکنند؟ عقلت را خوردی مگر؟ اکا گوش کن. در حقیقت نماز نمیخواند. از ترسش میخواند. و آدمی با ایمان و با توفیق مانند نیست. دروغ کرده ایستاده است. او را بیرون براریم اکا. پسرم دروغ هم باشد از مسجد آدم را بیرون کردن ممکن نیست. دامولوزیا را انتظار میشیم. از او میپرسیم. بعد از گفته او حرکت میکنیم. دیگر خیل نمیشود. او چرا این قدر زیاد میخواند؟ کی تمام میکند؟ اکا او فهمید که ما او را میکشیم. تمام نمازهای قضاییش را خوانده ایستاده است. بشک گوش کن نمک. از پشت ما با آن دنیا بیگناه نرود. کنی خیل میشود. این چی خیل نمازی تمام نشوند است؟ زاغی سیاه زود برا زودتره. آخر کمتر پس با خدایت میرسی. برا آرس. من از گرسنگی مردم. پسرم رفته از آن مغازه شیرینی ها یگان چیز بیار. زودتر مایل شکر. اکا من با تو گفتم نماز این احمق نماز نیست. این احمق ما را فریب میدهد. این خیلی زیاد شده میسه ما. نمک گوش کن مرا عصبی نکن. من با تو چی گفتم؟ این موضوع تمام میشه و دامولوزیا را انتظار میشیم. از روی فتوای داده دامولوزیا حرکت میکنیم. بیشتر گپ نزن. من هم خورو خورده ایستادم. این کنعان در اینجا چی میکوبه؟ آقای کنعان؟ بابای دامولا
بابای دامولو یک سوال دارم. دامولو از مسجد آدم رو بیرون کردن جایز است؟ یا توبه آقای کنان چه سوال است؟ ما کوشش داریم که با مسجد آدم بیاید، شما باشید آدم بیرون کردن جایز است میگوید. آخر دامولو زاغی سیاه با مسجد در آمد. کی؟ این سمی احمق است. زاغی سیاه او بوده است. در مسجد به طور دروغ نماز میخواند. یا خدا آقای کنان حضرت مولانای بزرگ چی گفتند؟ کسی باشی نباشی بیا گفتند. آخر با شما چی؟ از دروغ بودن نبودن نماز این آدمی به مسجد آمده رو بیرون کردن ممکن نیست. میفهمی؟ گناه است. بابای داملا شما راست میگوید. با حضرت مولانا بسیار حرمت داریم و یعنی این دفعه از گفته او برایم آخر هوا را بینید با ما هم وزنین است خونو خوردیم آخر داملا. با خدا آقای قنون چخیلی که خواهید از مسجد آدم رو برآوردن ممکن نیست. لطفا نکنید این کار رو. خیر بابای داملا از حولی بیرون کنیم چی؟ آقای قنون از حولی هم نمیشود. مایلش حضرت بابای داملا آخری سوالم را پرسم. این با مسجد 50,000 کمک کرد؟ نه کمک نکرد. حیات این دروغ است. خیر مایلش حضرت. خیر در پناه خدا از شما راضی باشد. خیر سلامت باشد حضرت. نبین وای مرغ برآمد. او رو داشته بیار. روزتون خوش باد. آفرین با تو آفرین محترم. ای سمی احمق رفته زاغل سیاه منم گویی عاقبتت همه خیلی بشه. دامالا خدا انشاءالله قبول میکند. انشاءالله. روزتون بخیر دامالا. روز شما هم بخیر. خدا گناهایش رو میبخشد انشاءالله. بیستاز رویت من یکم کم نزن. پرایم میکنم. پشترم بیا دامالا زیا بیا اینجا در را گفتم. اکا جونی من چی کردی؟ خوش آمده. خوش باشد منم از پس دامالوزیا نماز خواندم. داماد را گیر. برادر خوش آمدی؟ خوش باشی. با کجا این خیر؟ کمتر هوای تازه گیرم در خونه زنو کن گیرم. خوب. تو چیکار کردی؟ قرار را دادی؟ من به طول میگویی؟ با خدا نمیدونم شوکت. از عهده این کار برآمدن نتوانستم. خواهرم باید با یگان راه زنده بودنی اکاش رو داندم و چخیر. برادر راست میگویی و چخیر؟ میبینیم خیر. با یگان راه حل میکنیم. خیر تو را. مالش برادر. یگان چی در کار نیست؟ نه. خیر مالش یگان چی در کار شد زنگ زن. تا باز دید. اینش رو باشه. اینش زیباتر نظر بویش. آی من در برای خوراکی شام برای زیا گفتن فراموش کردم. اوف زهرا اوف. خانم ملیس گوش میکنم. داملوزیا با شما درباره یک چیزی مهم گپ زدن میخواهم. درباره چی صحبت کردن میخواهید؟ به کجا دخترم؟
بابا جان به زیاد یک چیز را گفتنی می روم. رو باشه ورشوندت باش. جوان ها مرحمت خانم الیس، شما را گوش میکنم. دامولوزیو احتیاط کردنتون لازم است. آشکارا کرده ایستاده اید. حقیقت دیر یا زود آشکار می شود. لطفاً دقت دهید. آشکارا؟ شما چی ها گفته ایستادید خانم الیس؟ دامولوزیو گوش کنید. از من با شما ضرری نمی رسد. به هیچ کس نمیگویم. من با زور و اویله‌دار شدنتون رو میخواهم. به خوشبختی حق دارید. لیکن این خیل رفتار نکنید. لطفاً دقت دهید. بسیار راحت است. خانم الیس، من به چی دقت دهم آخر نفهمیدم. در اصل به چی دقت دادنتون رو خوب میدونید. دامولوزیو من علاقه همه چیز رو میدونم، اما نترسید. من طرفدار شمایم. مگر این داماد ساخته بودن رو فهمید؟ آخر خانم الیس گوش کنید. همون قدر مرکب گپ زده ایستادید که یعنی سر من گیج شد. کمی بسیارتر این رو شهر دید. حالا هم گویا هیچ رو نفهمیده است. دامولوی ساختکار. دامولوزیو گپایم رو گفتم با دقت باشد میلش. لطفاً. تا باز دیدم. تا باز دید. دومولو با میلیس چی گپ زدی؟ به فکرم از ما شبه دارد. چی رو خیر؟ ساخته بودن اویله دوری همون رو. انا درباره این گپ زد. این رو از کجا فهمیده است؟ با خدا نمیدانم. چی گفتن اخترش؟ یعنی آشکارا نگفتم و آخر با من باور کردم میتوانید گفت. از من ترسیدنتون لازم نیست گفت. من به او باور نمی کنم آخر. خیر میلش، من حالا چنین فکر دارم که اگر با یگان کس میگفت آمده با من گپ نمیزد. ما به هر حال آرام باید باشیم میلش. اگر آرام نشوید میلیس لازم نمیشود. عزیز زهرا جان تو در اینجا بودی؟ من با دامولوزیو صحبت کردنی بودم، اما اگر اگم صحبت شخصی داشته باشید. نه امک جان، من هم برای چی آمده بودم آخر؟ زیا جان به خاطر روش یافتن آینده شرکتمون ضیافت داریم. شما را همچون فاتحه شدن به آنجا دعوت میکنم. مرا همراهی میکنید؟ با خدا زهرا من زیا لطفا ناراضگی نمیخواهم. در حقیقت برای من مهم است. میلش این طرف که باشن من شما را انتظار میشوم. میلش میایم. تو باشید. امک جان بسیار زیبا می نمایید. تشکر زهرا جان، تشکر. تو باشید. تا بازدید. دامولا با شما چقدر رحمت گویم کم است. دست مبارکتون رو دیدک بسان. استغفرالله. آقای فرخ چیکار کردم آخر؟ باز دیگر چی میکنید دامولا؟ چشمونم رو کشوده. دامولا تمام مثالهای گفته‌تان رو اجرا کرده ایستادم. با کار اومد؟ مگر با کار ناومد؟ بعد این قدر سال تونیم با من رشد کردن رو آغاز کرد. با خدا برای شما خرسند شدم. تشکر زیاد دامولا. مثلا من تا امروز در هوش و خیال طولی نبودم. الکی بغیر از من هیچ کس فکر نمی کنم. پس ماشاءالله گویم ها؟ شکری خدا دامولا. عقل طولین نه با سرش در آمده است دامولا. امشب گفتم با بیرون میبرم طولین تلخ کف شد. اینه البته رحمت دامولا. تا بازدید. خدا حافظ. رحمت. این هاش خیلی اویله ایستادن. ای خوگی دشتی، حالا که تو را به جهنم روان نکردم در دلت چی گپی که داری بگو، شرم ندار. اکا جان قسم میخورم زاغی سیاه من نیستم. حالا من از سببی که با دامولوزیو در یک جا استقامت میکنم از او بسیار تاثیرات ها میگیرم. یعنی هر وقتی که بر روی نورانی به نگاه میکنم دمت را گیر. اکا من الکی از دنیا علاقه ام رو تماما کنده کردم. من خودم رو به دین بخشیدم. خب توبه کن. تو با این قدر دروغ هایت به دین هم ضرر میدی. دروغ در دلی تو قرارگاه ساخته است. علاوه بر این به مسجد کمک کردم. گپ رو دراز نکنیم. خواهشت را بگو. کارو بار دارم، من زود باید روم. اکا جان
من همش رو با شما اعتراف میکنم. حالا مافیا روس‌ها چون از خفای من هستند زهرا باشد دوستی درینه اویلای ما. یعنی من زخی سیاه هستم گویم و من پول قرض میدید گفته فکر کردم. آقا تماما نیتی خوب داشتم یگان نیتی بد نداشتم قسم میخورم. وای بیشرفی وای بیشرف وای آراز این سگی کوچه را بیرون کنه دیگر او را دیدن نمیخواهم. دستم را کش آراز آقا رحمتی کلام با شما برای کار گفته رو من از اینجا ها مایل است. من رفتم بای 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 بای. اکا من به این هم بازاقی سیاه بودن این احمق باوری نداشتم. کالتا کلاس بودنش باشد غیر امکان است. نمک تو در نزد من اینقدر سفسطه گفته مرا عصبانی نکن. تو این کله دمد را برای یافتن خواهری کالتا کلاس استفاده بر. چیکار کنیم آخر اکا؟ من از کجا دارم چیکار میکنی؟ برگم شد تایلان مایلشو کن. استاد هجری سوال نپرس. حال با سوال جواب دادن رو نداره. استاد من سوال پرسیدنی نیستم. دیدم که با مغازه شیرینی ها آمدید از همین سبب آمدم. اکی خانم بیتول وفات کرد که همه به قبرستان رفتن. این را گفتنی بودم استاد. تشکر. سلامت باش هجری. مگر من با توی خیلی روبرو نشدم حکا جان. اگر من تو رو این طور آغوش میکردم چرا مرا گذاشته رفتی؟ مرا چرا پرداخته رفتی؟ چرا پرداخته رفتی حکا جان؟ چرا رفتی؟ بیتول خواهر عزیزی من تو رو هیچ گاه تنها نگذاشتم. دایم در بغلت بودم. من چیکار کرده ایستادم؟ دختر از گریه هلاک شد. من باشم مانند ترسو پنهان شده ایستادم. همش رو به او میفهمانم. حکا جان آرام باش دختر جانم خودت رو بدست خدا به شما صبر جمیل دهد حکا جان. الو تو چخیل وفات کردن مرا با خواهرم گفتی ها؟ کالتا کلاس؟ تو را آگاه کرده بودم. چی کار میکردم؟ مجبور شدم. من هم به بیتول اگر وفات کرده از گفتن نمیخواستم. وقتی که بیتول اومد کنون در اینجا درباره خواهرت از من معلومات گرفتنی بود. با او چی گفتی؟ خواطر نشو و کنون دیوانه هیچ چیز نگفتم. وعده دادم وفا میکنم. یکم آدم فرستادم. با خواهرت میگویم که اگر وفات نکرده است. خواهرت را به این کار همراه نمیکنم. اما دانسته باش که از پس تو هستم کالتا کلاس. تو عائله مرا پراکنده کردی. قصاصش را از تو میگیرم. تو را دستگیر میکنم کالتا کلاس. ببین لبای سردارم بگو بعد از کار با محله رو بیتول را یافته گوی که اکاش وفات نکرده است. با چشم سردارم.
لابای خانم زهرا، نه خفه نشوید. من امشب با خوراک شما آمدن نمیتوانم. زیا جان، آخر این خوراکشان برای من بسیار مهم است. میفهمم و یک کاری تاجیلی برام خفه نشوید. مولا شما خوب هستید؟ آوازتان اونقدر خوب ناومده است. دست یک مشکلی دارد؟ نه یگان مشکلی نیست، خوبم. خیر نباشد، مادش دیگر چاره نیست. پس تو بازدید. تو بازدید. چرا این اونال برای خبر دادن آمده ایستاده است؟ با کار برآمدن دامولوزیا بسیار غمگینم کرد زهرا، اما وضعیت این شانس موفق شدن ما رو باز زیاد کرده میتواند. تو خب که زاغی سیاهی ساخته؟ در اصل اگر دامولوزیا می اومد شانس موفق شدن ما بیشتر میشد. زهرا با این سخنت باوریم نمیآید. امیدوارم که ماشین بسیار نیست. حالا وقت است خواطر نشه میرسیم. دخترها خواطر نشوید، امشب همش زیر نظارت من است. این رو بینه با زهرا هم عیب شد. خواهرم را در این حال گذاشته آمدن نمیتوانستم. چرا حالا هم برای خبر دادن نمی آیند؟ لیوینت خانم بتوله سلام. سلام. دیروز کمیسر اونال به شما گفت که اکاتان مرده است اما اشتباه شده است. اکاتان زنده و سلامت است. چی خیر؟ یعنی اکاتان وفات نکرده، زنده است. در حقیقت درست میگویید؟ البته که راست است به خدا. کمیسر اونال حجت اکاتان رو با دیگر حجت آمیخته کرده است. من باشم برای خطای اکایونال از شما بخشش میپرسم. اپای بیتون خدا از شما راضی باشد. خدا را شکر. تشکر زیاد. سلامت باشد. نمیرسد. شبی خوش. با شما هم شبی خوش. خواهری عزیز، وقتی که بیتول خبر رو شنید اونقدر خرسند شد که شوکت یک میدیدی با خدا قریب دویده رفته اون لیرنت رو آغوش میکرده. عزمی بلود کی؟ چی میگو؟ کی؟ داملا عزمی میگویم. خدا رحمتش کنه. داملا عزمی میگویم. حاضر دیدمش. در کجا دیدی؟ ابشد سفسطه نگو. با چشمانم دیدم. وقتی که ما رو دید دینها شد. برادر گوش کن. میفهمم وقتی آخر پرابلم های زیاد داریم. چی خواهرت باشد چی زهرا باشد. بسیار در وقت مشکلی قرار داری. خیالی شده ای سرت اومیخته است. من ترسیده شدم برادر. شوکت او رو دیدم. وقتی که ما رو دید دینها شد. برادر من مرده او را با چشمام دیدم. تو چخیل میبینی او را دیجا؟ چخیل مرده حاضر دیدم میگویم با تو. برادر این بطره کینوی خجش مزویستی نیست که بخیزه قبرستان بیار مرد وای. من وقتی که از تو پرسیدم که داملا چخیل است تو نگفتی که سلامت است. برادر این ناممکن است. وقتی که تو برامده رفتی او در بالینسه مرد. مطرح نگفتم. چرا من او رو دیدم میگویم. برادر این ناممکن است. عروبه اومد دیدم که وای مرد. در بالاش سونی سفید بود. بچه همگیش بالای سرش گیریه کرد. مرم گفتم خدا رحمتش کنه. خیر خوش کردیم. گفتم برادر خدا رحمتی تو. انا دیدی؟ دیدی؟ برادر او در راه جوست. آخر با تو نگفتم که آدم نمرده از نمیبینی. برادر اگون دعا خون. خود با قبرستان رواد اگون کار کن اگون دعا خون. چکل دعا تو دیوانه شدی مگر؟ بگیر از که میخرد. چرا اینها گرفته رفتن؟ خدایا توبه بغیر اینها در این محله دیگر کس نیست؟ عجب با کجا رفتن؟ برادر سختی بد دویدیم. با فکر مورا دریا نکن. یا از اینجا میرویم. زود باش. باشه بیت کم تردم گیرید. این را هم پس نفاهم. مسجد کم طرف
برشا نازل نشا. برادر بیا چه شد شوکت؟ ایستا خوف بود. شوکت آخر این آدم چقدر بدبخت بوده است؟ بله این دفعه عمیق مرد. از دهانت یگان بار گپ خوش نبرآمد. مرا گوش کن. یا آخر به سرش کوزه افتید. مالش تو حالا ایمان رو گیر، کارها رو میدونی خیر؟ او را گرفته راست به بیمارخانه بر. مالش دکتران با من جوره شدن. بیا کنی کنی آردم کن رو بردارید. من بعد از رو برای خوراک میروم. تو این رو راست به بیمارخانه بر. برادر التماس خواهی نشم. من خوبم پروی مرا. مالش زود رو. چند کیلو باشم؟ بالیسه کدام طرف بود؟ اما چه دسته بگی چکو کدستی؟ چه خیلی بود است؟ مکان با شما معقول شد؟ بسیار مکانی زیبا بود است. خوراکای با مزه هم دارد. اگر خواهید فرمایش میدهیم. اگر سید نباشید فاتحه شود اهداف را انتظار بشه میآید. سببی که کارش زیاد بود متاسفانه با ما آمده نتوانست. خوب نشد. با او بسیار شناس شدن میخواستم، زیرا ما همچون یک شرکت با این چیزها بسیار اهمیت میدهیم. همین خیلی نه آقای عاطف؟ حق بر جانب شما جناب. من هم باشم از این سبب سفر خارجه هم را قطع کرده در این خیلی مجلس مهم اشتراک کردن خواستم. فراموش کردم که خودم را شناس کنم. خب سمیل ماز فاتحه شده زهرایم. بله همین خیلی ما هم گفتیم نمی آید. بسیار غمگین شدیم. ممنونم. من هم ممنون شدم. مرحمت کنید. بله اینش خیلی باشد. هر سفیدش هم می شود. از رویش این رو می پوشم. درست می شود که نبینیم. تمام شد. این شیم رو می پوشم. موافق است. زهرا جان خفته نشد. کمی دیر کردم. کار داشتم. تمام وحیما نکن. بیا اکنون رویم. هر چیز زودتر باش. رفته می رویم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ برای موفق شدنت کمک کرده ایستادم. تویتان کی برپا می شود؟ در تابستان. یعنی من میخواهم که توی در تابستان شود زهرا باشد. عروسی زمستانی شدن میخواهد. کمی ناراضگی هست. همین خیلی عزیزم. سمی بسیاری بد گذرانده ایستاده. برای موفق شدنت کمک کرده ایستادم. اینها به عائله بسیار اهمیت میدادن. اگر دامولازیو می اومد آخر همکاری نمیکردم با تو. خیر او ناامد. اگر من نمی اومدم در پیش اینا شرمنده میشدم. خیر بود چیکار کنم؟ سمی دهانت رو باش. ناراحت نکن مرا. خیر زهرا جان کار شدگی شد. خودت رو به دست گیر. شام بخیر. السلام. دامولازیو؟ اشتهایتون. دامولازیو جلو آمدند. دامولوی مدرسه؟ نه امام مسجد. یگان گپی خنده‌آور گفتم. آخر لطیفه بسیار موافق بود از همین سبب جناب. اما لطیفه نبود. گپ انا در کجا؟ بله جناب من دامولوی مسجد هستم. عین حال هر چند وقت کاریم بود فاتحه شده‌ام رو تنها گذاشتن نخواستم. فاتحه شده اتون؟ بله فاتحه شده ای من.
دوملوزیو التماس با من چی نگویید؟ چی رو؟ بسیار خوب. معلوم شما هم مانند زهرا و سمی فاتحه شدید ها؟ بله. مرحمت کرده شدید؟ نه من ناراحتتون نکنم. خدا حافظ. تو بازدید عزیزم. با اجازت شما. زهرا جان چی خیلی که کارهایمون من رو گرفته ایستو در جشن نگیریم. پیش خدمت. خیر بمیشه ما؟ این رو با من نمی کردی زهرا. تو این شب نه تنها زاغی سیاه رو بلکه دملوزیو رو هم از دست دادی. چیکار کرده ایستاده یه؟ اول زاغی سیاه شدم به نظرم آمدی روی برو شدی حالا باش از فاتحه شده من میگویی تو چیکار کرده ایستاده؟ زهرا آرام شو. آرام شدن نمیتوانم. تو عموما از من چی میخواهی ها؟ من یگانیتی بد نداشتم. فاتحه شده تو بودنم رو گفتم چون که چقدر مهم بودن کارو میدونستم. میفهمی؟ نکوسمی برای من کمکی تو تماما در کار نیست. میفهمی؟ از برای تو شده در نزد دنبالو شرمنده شدم. من از برای تو شده دلی او رو شکستم. میفهمی تو چی کار کردی؟ در یک کارخونه کار کردن ما ممکن است. در یک خانه زندگی کردن ما ممکن است. اما این همه با اون خاطر نیست که تو در حیات شخصی من دخالت کنی. میفهمی؟ دیگر به این کار دست نزن. حالا اشتاد تو سمی همش عیبی تو شد. حالا میبینی و تو نشان میدیم. اکنون که بودن زاغ سیاه را فهمیدی؟ سمی دایم از برای تو. یا خدایا انشالله میبخشد. دوملوزیو خانم زهرا دوملو من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدن میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان ها؟ دوملو غضبی شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم. این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم. سمی یک باره گوش کنید خانم زهرا. مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواج ساخته. این چی گپ ساخته همه چیز شما ساخته است. دوملو من از شما عذر میخواهم. گوش کنید شخصی عذر میپرسید اگه باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواج ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا. من یک دوملویم. خیر دوملویم یک طرف. من انسان هستم. دوملو میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما ما رو هیچ گوش نکردید. ما رو هیچ گوش نکردید. دوملو نکنید. گوش کنید همه چیزی شما ساخته بوده میتونه، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدیم.